سلام به همه شنوندگان عزیز. به پادکست فنفیت خوش آمدید. جایی که علم ورزش رو به زبانی ساده و کاربردی بررسی می‌کنیم. من علیرضا نیکنام، متخصص و پژوهشگر فیزیولوژی ورزشی، در این اپیزود قرار واقعیت‌های علمی و باورهای اشتباه درباره کراتین رو زیر ذره‌بین ببرم. کراتین مکملی فوق‌العاده یا یک تبلیغ تجاری؟ عوارض جانبی اون حقیقت دارن یا فقط شایعاتی بی اساسن؟ بهترین دوز و زمان مصرف کراتین چیه؟ همه این سوالات و نکات مهم دیگر رو در این اپیزود بررسی می‌کنیم. پس تا انتها همراه باشید. برای دسترسی به مقالات علمی و جدیدترین اطلاعات ورزشی حتما به سایت ما سر بزنید www.fanfit.ir. همچنین ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید تا همیشه بروز باشید. اینستاگرام شخصی من با آدرس اسپورت فیزیولوژیست در خدمت شماست و همچنین مجموعه فنفیت با آدرس fanfit.ir در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحالیم که با یه پادکست جذاب و کاربردی دیگه همراه شما هستیم. امروز قراره درباره یکی از پرکاربردترین و محبوبترین مکمل‌های ورزشی صحبت کنیم. بله، مکمل کراتین. شاید شما هم اسم این مکمل رو زیاد شنیده باشین. اما آیا میدونید که کراتین دقیقاً چیه، چطور کار میکنه و چرا بعضی افراد هنوز هم به مصرف شک دارن؟ در این پادکست قرار تاریخچه کراتین، فواید، عوارض، روش مصرف و البته دلایل برخی مخالفت‌ها رو بررسی بکنیم. پس تا پایان همراه ما باشید. خب بریم سراغ تاریخچه کراتین، از کشف علمیش تا محبوبیتی که در دنیای ورزش به دست آورده. خیلی خلاصه میگم، کراتین برای اولین بار در سال 1832 توسط یک دانشمند فرانسوی به نام میشل اوژن شورول کشف شد. شورول این ماده رو در بافت‌های عضلانی شناسایی کرد و نام اون رو از واژه یونانی کریز که به معنی گوشت هست گرفت. اما سالها طول کشید تا اهمیت این ترکیب شناخته بشه. تقریباً 100 سال بعد، یعنی در دهه 1920، محققان متوجه شدند که مصرف کراتین میتونه سطح ذخایر انرژی عضلانی رو افزایش بده. اما استفاده از کراتین به عنوان یک مکمل ورزشی تقریباً از دهه 1990 و پس از المپیک بارسلون، یعنی سال 1992، به شدت گسترش پیدا کرد. در این دوره برخی از قهرمانان المپیک اعلام کردند که کراتین مصرف کرده بودند و این موضوع باعث جلب توجه جامعه علمی و ورزشی به این مکمل شد. از اون زمان تا کنون کراتین بارها در تحقیقات علمی مورد بررسی قرار گرفته و فواید اون در بهبود عملکرد ورزشی به اثبات رسیده. خب حالا بریم ببینیم کراتین چیه و چگونه در بدن عمل میکنه. کراتین یه ترکیب طبیعی در بدن ماست که از 3 تا اسید آمینه مهم، یعنی آرژینین، گلایسین و متیونین ساخته میشه. این ماده در عضلات اسکلتی ذخیره شده و در فعالیت‌های با شدت بالا مثل وزن برداری یا دوی سرعت انرژی سریعی رو برای بدن تأمین میکنه. عملکرد کراتین به این شکله که وقتی بدن نیاز فوری به انرژی داره، کراتین فسفات ذخیره شده در عضلات به تولید ATP یا آدنوزین تریفسفات کمک میکنه که سوخت اصلی سلول‌های عضلانیه. به همین دلیل ورزشکاران عاشق این مکمل هستن. کراتین یکی از مکمل‌های پرطرفدار در بین بدنسازان و ورزشکاران استقامتیه. چند تا از مهمترین مزایای اون عبارت از افزایش قدرت و توان بدنی، افزایش حجم عضلانی، کاهش خستگی و افزایش استقامت، ریکاوری سریعتر پس از تمرین، بهبود عملکرد مغزی و افزایش تمرکز. حالا وقتشه بریم سراغ سوال چالشیمون. چرا برخی افراد هنوز با مصرف کراتین مخالفن؟ با وجود این همه مزایای اثبات شده، کراتین هنوز هم مورد انتقاد برخی پزشکان یا افراد جامعه است. اما چرا؟ به طور کلی 5 تا دلیل میتونه پاسخگوی این سوال باشه. 1.
تصور نادرست درباره مضرات کلیوی. یکی از رایج‌ترین مخالفت‌ها اینه که کراتین باعث آسیب به کلیه میشه، اما تحقیقات معتبر نشون داده که کراتین در افراد سالم هیچ مشکلی برای کلیه ایجاد نمیکنه. البته افرادی که نارسایی کلیه یا مشکلات کلیوی دارن بهتر قبل از مصرف با متخصص مشورت کنن. 2. سوء استفاده از کراتین در دوزهای بالا. بعضی افراد به امید کسب نتایج سریع دوزهای بسیار بالایی از کراتین مصرف میکنن که این میتونه منجر به مشکلات گوارشی مثل نفخ یا ناراحتی معده بشه. از قدیم گفتن هر چیزیش زیادیش میتونه مضر باشه. 3. اشتباه گرفتن کراتین با استروئیدها. برخی افراد تصور میکنن که کراتین هم مثل استروئیدهای آنابولیکیه که در باشگاه بدنسازی سوء مصرف میشه، در حالی که این دو هیچ ارتباطی با هم ندارن. کراتین یه ماده طبیعی در بدن ماست، در حالی که بسیاری از این استروئیدها هورمون‌های مصنوعی هستند که عوارض جانبی شدیدی رو هم به بار میارن. 4. تأثیرات فردی متفاوته. درسته که کراتین برای اکثر افراد موثره، اما همه به یه شکل به اون پاسخ نمیدن. بعضی افراد ممکنه تأثیر زیادی از کراتین نبینن که این موضوع باعث میشه تصور کنن این مکمل بیفایده است. 5. تأثیر رسانه‌ها و اطلاعات نادرست. برخی رسانه‌ها و افراد ناآگاه اطلاعات اشتباهی درباره مکمل‌ها منتشر میکنن که باعث میشه جامعه دیدگاه غلطی نسبت به مکمل کراتین پیدا کنه. حالا وقتشه بریم سراغ روش‌های مصرف کراتین. برای بهره برداری حداکثری از کراتین 2 روش مصرف رایج وجود داره. روش اول روش بارگیری هست که تو این روش 5 روز اول روزانه 20 گرم کراتین در 4 وعده 5 گرمی مصرف میشه و بعد از این 5 روز وارد فاز نگهداری میشیم که روزانه 3 تا 5 گرم کراتین مصرف میشه. این روش باعث میشه که ذخایر کراتین در عضلات سریعتر پر بشه و نتایج در مدت زمان کوتاه‌تری قابل مشاهده باشه. اما در برخی افراد ممکنه منجر به نفخ، ناراحتی گوارشی یا احتباس آب در عضلات بشه، به خصوص توی اون 5 روز اول که مصرف مکمل در دوزهای بالاتری انجام میشه. روش دوم روش مصرف تدریجی یا بدون بارگیریه که تو این روش از همون ابتدا 3 تا 5 گرم کراتین در روز مصرف میشه و تقریبا 3 تا 4 هفته طول میکشه تا سطح کراتین در عضلات به حد اکثر برسه، اما عوارض ناشی از بارگیری رو نداره. این روش برای افرادی که نمیخوان در روزهای اول دچار نفخ یا مشکلات گوارشی بشن توصیه شده. در خصوص زمان مصرف هم به نظر میرسه که بهترین زمان مصرف هنگامیه که بدن در حالت جذب بالایی قرار داره، مثل بعد از تمرین. حتی نشون داده شده که ترکیب کراتین با یک وعده حاوی پروتئین و کربوهیدرات میتونه جذب اون رو افزایش بده. در خصوص قبل از تمرین برخی افراد کراتین رو قبل از تمرینشون مصرف میکنن، اما باید بدونیم که اثرگذاری اصلی اون به ذخیره شدنش در عضلات بستگی داره، نه مصرف لحظه ایش. بنابراین نکته مهم اینه که کراتین رو میتونید با آب یا آب میوه مصرف کنید و اگر همراهی اون با یک منبع کربوهیدرات مانند آب میوه انجام بشه ممکنه که جذبش رو تا حدی بهبود ببخشه. یکی از سوالات دیگه‌ای که زیاد تکرار میشه اینه که آیا دوز بالاتر کراتین نتیجه بهتری رو به بار میاره؟ پاسخ به اون نه هست. بدن شما ظرفیت محدودی برای ذخیره کراتین داره و مصرف بیش از 5 گرم در روز در اکثر افراد تأثیر مازادی نداره و فقط از طریق ادرار دفع میشه. اما توی ورزشکاری بسیار نخبه با توده عضلانی بسیار بالا ممکنه که 7 تا 10 گرم در روز توصیه بشه. کراتین یکی از مورد مطالعه ترین و ایمن ترین مکمل های ورزشیه، اما شایعاتی درباره عوارض اون وجود داره. یکی از رایج ترین شایعات آسیب های کلیویه. تحقیقات متعدد نشون دادن که در افراد سالم مصرف طولانی مدت کراتین حتی تا 5 سال هیچ اثر منفی بر عملکرد کلیه نداره. با این حال در افرادی که از قبل مشکلات کلیوی دارن احتیاط توصیه میشه. یکی دیگه از شایعات افزایش وزن چربی یا کرامپ‌های عضلانیه که اینها هم نادرستن. در واقع افزایش وزن ناشی از کراتین
به دلیل افزایش آب درون سلولی و رشد عضلانیه، نه چربی ها. همچنین برخلاف ادعای برخی مصرف کراتین باعث گرفتگی عضلانی نمیشه و حتی ممکنه باعث کاهش کرامپ و بهبود آبرسانی به عضلات بشه. با این حال احتباس آب در عضلات ممکنه برای برخی ورزشکاران نقطه ضعف باشه، به خصوص در ورزش‌هایی که تحمل وزن اهمیت زیادی داره، مثل دو سرعت یا پرش که نسبت قدرت بدن به وزن بدن اهمیت زیادی داره. این افزایش وزن ناشی از مصرف کراتین ممکنه باعث افت عملکرد بشه، مخصوصا در مراحل ابتدایی مصرف. البته این اثر معمولا موقتیه و بسیاری از ورزشکاران پس از سازگاری با وزن جدید عملکرد بهتری رو حتی تجربه میکنن. از معدود عوارضی که ممکنه در برخی افراد رخ بده میتونیم به نفخ یا ناراحتی گوارشی در صورت مصرف دوزهای بالاتر از 5 گرم در یک وعده اشاره کنیم که با تقسیم دوز روزانه به چند بخش یا مصرف همراه با وعده غذایی قابل پیشگیریه. به طور کلی کراتین در دوزهای توصیه شده برای اکثر افراد سالم کاملا ایمن، بدون خطر و مؤثر. خب در بخش انتهایی پادکست به این سوال میپردازیم که آیا کراتین ارزش مصرف داره یا نه؟ کراتین یکی از ایمن‌ترین، مؤثرترین و پرمطالعه‌ترین مکمل‌های ورزشیه که میتونه قدرت، توان، حجم عضلانی و ریکاوری رو بهبود ببخشه. برخلاف برخی شایعات، هیچ مدرک علمی معتبری نشون نداده که مصرف کراتین در افراد سالم باعث آسیب کلیوی یا گرفتگی عضلانی میشه. در واقع تحقیقات نشون میدن که کراتین نه تنها در بهبود عملکرد ورزشی بلکه در سلامت مغز و مقابله با تحلیل عضلانی مرتبط با افزایش سن هم مفیده. با این حال روش و دوز مصرف کراتین اهمیت زیادی داره. مصرف روزانه 3 تا 5 گرم برای اکثر افراد کافیه و بهترین زمان مصرف معمولاً بعد از تمرین همراه با مصرف کربوهیدرات یا پروتئین هاست. روش بارگیری میتونه سرعت اشباع کراتین در عضلات رو افزایش بده، اما ضروری نیست. از سوی دیگه افزایش وزن ناشی از احتباس آب در عضلات ممکنه در برخی ورزش‌هایی که تحمل وزن در اونها اهمیت داره، مانند 2 سرعت در کوتاه مدت کمی چالش برانگیز باشه، اما معمولاً با سازگاری بدن این تأثیر از بین میره. در نهایت اگر به دنبال بهبود عملکرد ورزشی، افزایش قدرت و تسریع ریکاوری هستین، کراتین یک مکمل ارزشمند و ایمن برای شما خواهد بود. مهم اینه که از دوز مناسب استفاده کنید، از منابع معتبر اطلاعات بگیرید و تأثیرات آن را در برنامه تمرینی خود ارزیابی کنید. ممنون که تا انتهای این پادکست همراه ما بودید. اگر این محتوا برای شما مفید بود، نظرتون رو با ما در اشتراک بذارید و منتظر قسمت‌های بعدی باشید. موفق و قوی بمانید.